بس سلام بچه‌ها، چه خبرا؟ چطوری سعید؟ حاجی چند وقت دیگه تابستون شروع میشه، برنامه‌تون چیه؟ داش سعید اتفاقا یه برنامه سفر چیدیم واسه تابستون فوق لاکچری. هستی یا نه؟ لاکچری؟ You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you... سعید کجایی هستی؟ ها آره من که پایم. داداش فقط باید پول جور کنی ها. جورش میکنم داداش، رو منم حساب کنید. حل آقا، پس همه پولا رو جمع کنید که تابستون میخوایم بهتر کنیم. خب حالا این همه پول از کجا جور کنم؟ ای به قربون همه پدرها از بابام میگیرم. فقط باید یه مدت تو خونه رضایتشو جلب کنم که بتونم پولو بگیرم. گویا موضوع حوصله‌ام سر رفت، چقدر خونه موندن سخته. سعید میری هاشخاله رو بذاری دم در؟ ایول اولین موقعیت جور شد. چشم بابا الان میرم میذارم. خسته شدیم ها. سعید نون نداریم ها. الان میرم میگیرم. اینم از این. سعید ظرفا رو بشور. اومدم. حاجی دهنم سرویس شد، چقدر کار داره. بذار برم زودتر قضیه پولو بهش بگم دیگه. فکر کنم به اندازه کافی به چشش اومدم. بابا میخواستم راجع به یه چیزی باهات صحبت کنم. بگو بذارم، راحت باش. بابا میتونی 1 تومن به من دستی قرض بدی؟ میخوام برم مسافرت. بیادبی نباشه پسرم، ولی سیک تیر. چی؟ منظورم این بود که 31 تیر بهت پول دادم پسرم. آها آره اون که واسه پارسال بود بابا، من الان پول نیاز دارم. 1 تومن که زیاده پسرم. برو 50 تومن از کیفم برای خودت وردار، یه 2 تا شیرم از سوپرمارکت بخر بیا. عالی شد. قضیه خیلی سخت شد، حالا باید برم از یه جا دیگه پول جور کنم. کار خودته سلطان. چهاردیواری دانشگاه 2 نفر. داداش یکی بیاد رفتیم ها. آقا شما مستقیم میرید؟ بله خانوم بفرما. بنوازم. آقا من همین بغل پیاده میشم. بفرما. خب خدا رو شکر تا اینجا که همه چی داره خوب پیش میره. A few moments later. این دیگه صدای چی بود؟ یزید تو همین رو کم داشتی فقط. سلطانم خیرش به ما نرسید. جونم دادا. چطوری داشت سعید؟ قربونت حاجی، تو خوبی؟ سولی تو قبلا بوکس کار میکردی نه؟ آره دادا، تعریف از خود نباشه یه حرکتایی میزدیم. چطور؟ حاجی هفته ای بعد یه مسابقه بوکس گذاشتم، به نفر اولم پول خوبی میدن. هستی؟ آره داداش اتفاقا بعد دنبال پولم الان، هر جوری شده خودمو میرسونم. ایول حاجی خیالت هم راحت، این یارو همیشه چپش بازه. حله پس خوراک خودمه. وقت تمرینه. این لعنتی رو نمیشه ترک کرد. دیگه آمادم که نکبار جکبارش رو یکی کنم. بدنش که خوبه ولی خدا رو شکر محمد گفت چپش بازه.
سعید میتره کنی داداش، بچه پایین باخت نمیده. با یه مشت کارشو تمام میکنم. یزید مگه نگفتی چپش بازه؟ حاجی حداقل پاشو دوتا پشت بده، آبرومون رفت. الو اورژانس. آخ آخ آخ، خدا لعنتت کنه، کبدم چسبید کلیم. من که دیگه نیستم، میرم به بچه ها میگم که من نمیتونم بیام. به چطوری پهلوون؟ حاجی میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. چیو داشت سعید؟ حاجی من تابستون نمیتونم بیام مسافرت، میخوام بشینم درس بخونم. حاج سعید تو از دوم دبستان ترک تحصیل کردی، درس انه؟ اون که آره، راستش بابام اجازه نمیده که بیام، خیلی حساسه. داشت سعید تو از وقتی که 10 سالت بود بابات ولت کرد تو خیابون، چه گیری؟ ای بابا حاجی گیر دادی ها، راستش هر کاری کردم پولم جور نشد. حاجی یادم رفت بگم ما هم نتونستیم پولو جور کنیم، سفر کنسل شد. به جاش برنامه تفریحی جدید چیدیم که اقتصادی تره. چه برنامه ای؟ میاد پیشتون با خوشحالی عاشق آب این چوپولی ندارین دوستی به این خوبی اسفنج کوچیک دندون خرگوشی